درود به شما که تو این لحظه اینجا بودن را انتخاب کردید. حالا که از دنیای تاریک شخصیت ها صحبت کردیم، بیایم ببینیم چطور فرهنگ و جامعه بر این نیمه تاریک تأثیر میذاره. فشارهای اجتماعی و فرهنگی هم میتونن بر نیمه تاریک وجود ما تأثیر بگذارن. فشار برای مطابق شدن با انتظارات دیگران، ترس از عدم پذیرش اجتماعی و تلاش برای دستیابی به معیارهای ظاهری میتونن به تقویت ترس‌ها و محدودیت‌های درونی ما منجر بشن و ما باید خودمون رو از این فشارهای اجتماعی رها کنیم و به جای اون زندگی خودمون رو بر اساس ارزش‌های درونی و واقعی خودمون بنا کنیم. جامعه و فرهنگ پیرامون ما با الگوهای خودش اغلب تصویری از کمال و موفقیت رو تعریف میکنه و ما هم به طور ناخودآگاه تلاش میکنیم تا به این تصویر دست پیدا کنیم، حتی اگر این تصویر با حقیقت درونیمون همخوانی نداشته باشه. از کودکی با این باور بزرگ شدید که برای ارزشمند بودن باید همیشه موفق و بی‌نقص به نظر برسید. این انتظارات اجتماعی به شکل‌گیری نوعی ترس از قضاوت، ترس از اشتباه و حتی سرکوب بخشی از احساسات طبیعیتون منجر میشه. در حقیقت فشارهای فرهنگی میتونن باعث بشن بخش‌هایی از خودمون رو پنهان کنیم، چون جامعه ما رو ترغیب میکنه که فقط جنبه‌های مثبت و موفقمون رو نشون بدیم. اینجاست که نیمه تاریک وجود شکل میگیره، همون بخش‌های طبیعی و انسانی که به خاطر هنجارهای اجتماعی کنار گذاشته شده و به نوعی در سایه‌ها محبوس شده. بخشی از سفر خودشناسی و رشد به این مربوطه که با تأثیرات فرهنگی و اجتماعی روبرو بشیم و بتونیم اونها رو از باورهای درونی و اصیلمون جدا کنیم. ممکنه فرهنگ ما روی رقابت و موفقیت‌های مادی خیلی تاکید کنه، اما اگر این ارزش‌ها با دیدگاه‌های شخصیمون سازگار نباشن، چطور میتونیم در مسیر رشد خودمون با این فشارها هماهنگ بشیم؟ با شناخت این تأثیرات یاد میگیریم که چطور به خودمون اجازه بدیم به جای نسخه‌ای که جامعه از ما میخواد، خود واقعیمون رو ابراز کنیم. این تغییر نگاه باعث میشه که ما به پذیرش بیشتری از خودمون برسیم، ترس از قضاوت و رد شدن رو کنار بگذاریم و ارتباط اصیل‌تری با دیگران برقرار کنیم. و با شناخت و پذیرش این نیمه‌های تاریک و طبیعی میتونیم در برابر تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مقاومت بیشتری داشته باشیم و از آزادی درونی بیشتری لذت ببریم. وقتشه به یکی از مهمترین ابزارهای رهایی از تاریکی بپردازیم: بخشیدن. چطور میتونیم خودمون و دیگران رو در این مسیر ببخشیم؟ بسیاری از افراد با احساسات منفی مثل خشم، حسادت و کینه زندگی میکنن که ناشی از عدم بخشش هستش. بخشش اولین قدم برای رهایی از این احساسات منفیه. بخشش به دیگران و بخشش به خود به ما کمک میکنه تا بار سنگین این احساسات رو از دوش خودمون برداریم و فضای بیشتری برای عشق و آرامش ایجاد کنیم. در نیمه تاریک وجود، بخشیدن خود و دیگران نقش کلیدی در فرآیند رهایی و دستیابی به آرامش درونی ایفا میکنه. ما باید به خودمون یادآوری کنیم که بخشش به معنای فراموش کردن اشتباهات یا توجیه خطاها نیست، بلکه به معنی آزاد شدن از زنجیرهایی که ناخواسته با احساسات منفی مثل خشم و کینه به خودمون بسته ایم. وقتی نمیبخشیم، انگار بخشی از انرژی و ذهنمون در گذشته مبحوس میشه، در حالی که بخشش این امکان رو میده که با رهایی از این قیدها سبکتر و آزادتر به زندگی ادامه بدیم. ما انسانیم و اشتباهات و نواقص بخش طبیعی از رشد و تجربه‌مونه. وقتی اشتباهات گذشتمون رو نمیبخشیم، ناخودآگاه همواره خودمون رو مجازات میکنیم.
و این احساس جلوی رشد و خوشبختیمون رو میگیره. اما با بخشیدن خودمون یاد میگیریم که به جای غرق شدن در احساس گناه، به جای تمرکز روی شکست ها، از اونا درس بگیریم و به جلو حرکت کنیم. بخشیدن دیگران هم مثل باز کردن قفل زندانیه که خودمون درش گیر کردیم. وقتی کینه ای رو در دل نگه می‌داریم، در واقع به اون فرد یا موقعیت اجازه میدیم که همچنان تاثیر منفی خودش رو روی ما داشته باشه. اما با بخشیدن این زنجیرها رو پاره می‌کنیم و به خودمون فرصت میدیم تا سبک و آزاد بشیم. بخشش نه تنها نوعی رهایی، بلکه نوعی قدرته. قدرتی که به ما اجازه میده گذشته رو به آرامش بسپاریم و با قلبی آزاد و ذهنی باز به آینده نگاه کنیم. بخشیدن در واقع نوعی انتخاب و عمل قدرتمنده که به ما کمک میکنه هم با خودمون و هم با دیگران در صلح باشیم و زندگی از جنس عشق و همدلی رو تجربه کنیم. پایان این اپیزود، اما شروع یک مسیر تازه. امیدوارم با هر کلمه‌ای که شنیدید یک قدم به خودشناسی نزدیکتر شده باشید. تا اپیزود بعد با قدرت درونیتون بدرخشید.